با سلام مجدد. در این کلیپ میخوایم در رابطه با هیجان اولیه صحبت کنیم. هیجان اولیه رو گفتیم که اولین واکنش ما در موقعیت میشه هیجان اولیه که 8 هیجان اولیه که هم هیجانات پایه هستش رو نام بردیم. خب به موقع نشون دادن این هیجان ها نشون میده که این هیجان ها تنظیم هستن. اگر مثلا خدای نکرده خبر فوت یکی از عزیزان میاد، خب اولین واکنش ما غم و ناراحتی هستش. و یا اگر فیلم خنده داری میبینیم، اولین واکنش ما خنده هستش طبیعتاً و شادی هستش. اگر کسی بیدلیل حق ما رو بگیره و ما رو بزنه یا بد و بیرا بهمون بیدلیل بگه، خب اولین واکنش ما طبیعتاً این خواهد بود که ما عصبانی خواهیم شد و خشم خواهیم داشت. اگر این خشم نباشه و هیجان اولیه نباشه، یعنی اینکه ما مشکل در هیجان داریم، در ابراز هیجان ما مشکل داریم. خب از کودکی به ما آموزش داده شده متاسفانه که میگن عصبانیت بده، عصبانی نشید. اما نظریه هیجان مدار و دانشمندان هیجان مدار معتقدند که هیجانات اولیه در جای خودش و به میزان لازم ابراز باید بشن. مثلا اضطراب به اندازه خودش لازم هستش، اما بیش از حدشه که اون خوب نیستش. مثلا زمانی که میخوایم وارد سر کار بشیم یا از خواب بیدار بشیم، خب یه مقدار اضطرابه که نکنه دیرم شده، باید به موقع برسم به سر کارم یا موقع امتحان هستن. این اضطراب میتونه کمک بکنه به این که امتحان رو بخونیم و کار و حرکتی از خودمون نشون بدیم. اما کم تنظیمی یا بیش تنظیمی این اضطراب ها باعث میشه که بگیم که اون هیجان تنظیم نیستش. اضطراب خوب استرس نام داره و به موقع و به جا لازم هستش. اما اضطراب بد اضطرابیه که فرد تپش قلب میگیره، دستاش عرق میکنه، دل دردها، سردردها، حالت تهوعها، اینها میشه اضطراب بد. پس بنابراین اینجا هیجان بیش از حد تنظیم شده یا بعضی از هیجانات کم تنظیم میشه. مثلا وقتی که فیلم کمدی نشون داده میشه همه میخندن ولی یک نفر نمیخنده، یعنی اینکه اون فرد چیه؟ هیجانش به اندازه کافی تنظیم نیست و در مقابل هیجانش مشکل داره. نوزاد با هیجان اولیش به دنیا میاد که این ما والدین هستیم که این 8 هیجان رو تنظیم میکنیم، کم تنظیمی یا بیش تنظیمی رو در بچه ها انجام میدیم. ادامه مبحثمون رو در کلیپ بعدی به محضرتون میرسونم. با تشکر.